در این درس یک سوال کار کنیم درباره فشار در مایع‌ها. مثال 105 بیاین سوال رو کنیم. فشار آب را در نقطه چکورترین اقیانوس آرام در درون چکورترین یعنی 11035 متر حساب کنید. شتاب افتش آزاد همه میدونیم 10 متر ثانیه داره و زیچه آبی اقیانوس رو 1000 کیلومتر قبول کنید. قبول کردیم. اکنون میپرسد که وقتی من در چکوره 11000 کیلومتر 35 متر یعنی 11035 متر چکور دارم، فشاری که مایع به من تصمیم چند است میگه همون رو یابه. این فشار زیاد است یعنی خود انسان در آن نمیتونه، البته که لباس مخصوص باید بکنه. اگر نپوشد زر میکند آب تگی در تگ، یعنی انسان میمورد در تگ آب با این قدر فشار در چکور ترین. خب بیاین فرمولا چی است؟ فشار در مایع ها فراموش نکنید هم وقت با رو زیچه مایع ضربی افتش آزاد ضربی چکوری که در ما میداریم، یعنی از اصلا چکورترین میگوید لیکن در دیگر بلندی هم بوده میتونید فشار باید که ایواز میشود. پس در اینجا رو چی است؟ 1000 شتاب افتش این 10 و چکوری 11035 و این ضرب به چی برابر می شود؟ 11035 ضرب 10000 این 10 درجه 4. اکنون در اینجا بفرم میگه پاسکال این 10 درجه 3 می شود. از اینجا با کدام شده میتوند چند بریم رفتگه 10 درجه 4 6 9 135 در میگه 10 درجه 6 بفرمایید و بگذار جواب چند باشد. اگر این 10 درجه 6 من که نوشته میتونم 10035 ضرب 10 درجه 6 نوشتم و این برابری از داشته ب میشود. اگر خطا نکنیم کیلو این 10 درجه 3 بود. این با فکرم راستی گم نمیدونم چه 10 درجه 6 میگا پاسکال چی باشد.